سلام، خوش اومدین. امیدوارم حالتون خوب و خوش باشه. طوری که میبینین میخوایم بریم ادیت کردن ویدیو رو در انشاد امروز یاد بگیریم. انشاد رو باز میکنیم، یک ویدیو انتخاب میکنیم، ویدیوی دل بخواه. ویدیو که آمد اولی کانواس است بچه، اولین گزینه ای طرف کانواس است. کانواس میزنیم. سایز یوتیوب همیشه 16:9 بشه، یادتون باشه. ولی من به خاطر که با موبایل کلیپ میگیرم 9:16 رو انتخاب میکنم. 9:16 رو در غیر صورت هم میتونید این طرف حتی زوم کنید. به هر صورت دومی که از موزیک است، سومی استیکر است. اینا کار نداریم، بریم سراغ اسپلیت بچه کت میکنین. هر قسمتی رو کت میکنین، مطابقش میتونین دیلیت کنین. از اون قسمت میتونین اد کنین یک چیز جدیدی رو، یک کلیپ جدیدی رو مثلا مربوط به همون ویدیویتون میتونین اد کنین. اسپید میتونین که مثلا صورت ویدیوهایتون رو تست کنین. کت بچه اینجا یک کت دیگه هم داریم، کراب. اینجا خیلی راحت میتونین تصویرتون رو خرد و کلان کنین، به هر سایزی در بیارین. کتات بچه مربوط بخش کسایی میشه که تصویری کار میکنن و میتونن از قسمت پیپ هم که من همونطور گفتم براتون میتونن هر چی اد کنین. لوگویتون رو میتونن اد کنین، کلیپ حتی میتونن اد کنین. افکت هم بچه ها، افکت مثلا برای مثلا افکت هایی هست اینجا که میتونین اد کنین، درست کنین براتون، با اینکه مثلا به خاطر رنگش. استیکر هم میتونین بچه ها از قسمت پیپ میتونین حتی دوباره ویدیو، حتی لوگویتون رو بیارین روی صفحه. هر جایی دلتون میخواه و هر سایزی که دوست داشته باشین میتونین بانین و همون تو ادامه بیتین تو هر جایی که نیاز دارین باشه. ویدیو هم حتی میتونین از این قسمت پیپ که بین میتونین که ویدیو چی کنین. این قسمت ریکوردش هست بچه، در این موزیک بزنین هم میتونین ریکورد کنین، هم میتونین موزیک اد کنین، هم میتونین کت بزنین، خیلی راحت اسپلیت کنین. وایس افکت برش پرتین، وایس افکت هم دارن. موزیک اینجا بعضی افکت ها هست میتونین نورم پرتین، سازهای مختلفی دارن. این قسمت موزیکش هست بچه ها، قسمت موزیکش هست. این قسمت بچه ها یه وقتی روی موزیک هم میتونین خیلی راحت اسپلیت کنین، افکت کنین برش. از اینجا فید اوت چه انتخاب کنین. فید اوت و فید این داره که مثلا صدا کم و زیاد میشه ازش، که مثلا ورودی صدایتون چه قسم است. دیگه خود بخش موزیکش هم از خود بخش ادیت داره که دی بالا میبینین که میتونین بانین. استیکر هم میتونین بانین، هر نوع استیکری. افکت هم میتونین، این افکت های برای تصویری هست. دیگه با اجازه باز از طریق پیپ میتونین ویدیو اد کنین. اینجا بانین برش ماسک بیارین، ماسک دلخواهتون انتخاب کنین، روش بانین و بیارین پایان یا هر جایی دوست دارین میتونین بانش و او کلیپ هم در روی کلیپتان دیگه. شما اینمی به می اندازه که مثلا یاد بگیرین که چه قسم اسپلیت قسمت های اضافه ویدیوی خود دلیت کنین، چه قسم لوگویتون اد کنین، چه قسم موزیک اد کنین. دینمی حد که یاد بگیرین براتون بس است و به نظر من انشاد میتونه خیلی کاربردی باشه براتون. یعنی مثلا بیشتری کارهایتون مثلا میتونه کنه، هر رقم کلیپی داشته باشین میتونه براتون ادیت کنه و پروگرام خوبی هست. من آموزش پیکسارت هم براتون میمونم، کانوارم میمونم و کپکات هم میمونم به خاطر ویدیو سازی. سخت نگیرین بچه، به خاطر ازی که یوتیوب از اول قدر کلیپ پیشرفته ازتون نمیخواه، فقط میخواه که تولید محتوا کنین. سخت گیرونه عمل نکنین، به خاطر ازی که اما قسمی که براتون گفتم خود یوتیوب تشخیص میده، الگوریتم یوتیوب تشخیص میده که مثلا کی داره پروفشنال کار میکنه و بعضی وقتا به ضرر چینل آدم تمام میشه وقتی زیادم پروفشنال کار کنه آدم. پس لایک، کامنت، سابسکرایب یادتان نره. خدا حافظ و نگهدارتان.